واو چقدر سریع صحبت میکنه بیا بری باش دوست شیم. کسی اینجوری نمیگه بهتون. خب ما چون اصالتا برمیگردیم، ما از دورهای بچا سمت واشنگتن هستیم و اومدیم اینجا مهاجرت کردیم، یه ذره میاد بعضی موقع ایشون تفاوت بین بچا بناهای عزیز سلام بناهای عزیز از اینجا بچا من ورب میگم بابا نکش. آقا این داشت میکش خونه منو میمیکه دیگه، بعد پشه رو کش دیگه. بابا نکش داشت، ما پشه تتو کردیم رو بدن. خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. مهمون آوردیم واسهتون خانم موسوی، تیچر معروف این روزهای فضای مجازی. از مجازی کشوندیم بیرون، اینستا آوردیم گذاشتیم حضوری در یوتیوب. بفرمایید سلام کنید به بینندگان عزیز. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. از این بعد کلی کارهای خفن قراره داخل یوتیوب داشته باشیم. بلوپرز قرار کلی کارهای خفن داشته باشیم داخل یوتیوب. اگر که با اینستا لذت بردید مطمئنم از محتوای اینجا بیشتر هم خوشتون میاد، پس حتما اینجا رو دنبال بکنید. چه تبلیغی واقعا هماهنگ شده نبود. کلا هیچ چیزی اینجا اصلا هماهنگ شده نیستش. چه تغییری داره؟ حال می‌کنی با فضای یوتیوب؟ چطوره؟ نگاه کن. فضای یوتیوب خیلی خوبه، حتما امتحان کنید. اما امتحان کردی تا حالا؟ نه دیگه، اولین بار می‌خوایم امتحان کنیم. ببینید این دفتر رو گذاشتیم، فقط داخلش نکته نوشتیم ولی کاملا رندوم می‌خوایم نظر بدیم. ایشون به عنوان هدیه مثلا این دفتر رو آورده بودن، گفتن این دفتر تولید محتوا. بعد یه لحظه نگاه کردم گفت خیلی دفتر خوشگله. احساس کردم برای خودم بهتره. بعد نداده. اینجا هم کلاس علومشکی باشه بهتره. هدیه رو پس دادن. وا نکرده پس فرستاد. حتی فرستاد واشو همش خودش بود. آنباکسینگش هم با خودم. خب این وری که من دارم نگاه میکنم لپتاپمونه، توی کارت نیست حقیقتا. به علت زیغ مسائل مالی ما خانم موسوی رو گذاشتیم اینجا. البته بهش گفتیم اومدیم واسه تحلیل، ولی در واقع آوردیم که این دکمه پاز و پلی کیورد رو بزنه ما بتونیم تحلیل کنیم روش. میزم نداریم. خب این پایینم نه دیگه نگوین، این پایین واقعا نگوین. یه داستانه. آره یه داستان این پایین هم هست. خب شروع میکنیم با تحلیل ویدیو قبلی. خیلی امیدوارم خیلی امیدوارم به آینده هم نمیشه امیدوار بود ولی کلا ویدیو خیلی خوبی خواهد بود و سلسله ویدیوهای بچه‌ها خوبی خواهد. بچه‌ها ما پلی میکنیم جاهایی که مناسب هستش و نکات خوبی داره برای آموزش رو برای شما قرار خواهیم داد. عذر میخوام و میریم جلو ببینیم چی ازش در میاد که خیلی چیز قشنگی میشه. حتما بچه‌هایی که خودخوان کار میکنن بچه‌ها یه منبع فوق‌العاده آموزشی میتونه باشه براتون، چون دیالوگ‌ها خانم موسوی در لحظه است. کاملا. ولی دیگه شما شاهد عینی این داستانی. بچه‌ها در لحظه است همه چی، بدون آمادگی این به اون میپره این داستانا. به همین خاطر این حس واقعی بودن رو میتونه منتقل بکنه. اگر حرفی سخنی حدیثی دارین تلاوت کنید با صوت صفیر بلبلیتون که بینندگان عزیز حتما. بچه‌ها یه نکته که در مورد کلاس‌های دیسکاشن وجود داره اینه که کاملا بچه‌ها در لحظه دارن صحبت میکنن، یعنی از قبل نه چیزی هماهنگ شده نه موضوع، حتی موضوعی که ارسال میشه صرفا چند تا سوال بوده و شما هر چقدر هم بخواید از قبل خودتون رو آماده بکنید قاعدتاً گفتگوی در لحظه میطلبه که یه سری چیزا رو در لحظه بسازید، یه سری از جملات رو. یه چیزی که خیلی بین کامنت ها میبینم و دوست داشتم الان بگم اینه که همه این انتقاد رو دارن که چرا بچه‌ها اشکال گرامر دارن. میخوام بگم در یک گفتگویی که داره در لحظه شکل میگیره خیلی نرمال و رایجه که شما بخوای یه اشتباه داشته باشی، اونم از زبانی که زبان مادری نیست و صرفاً یک زبان دوم حساب میشه. به خودتون سخت نگیرید، شما در مرحله‌ای هستید که دارید آموزش میبینید، پس سعی کنید با اشتباهات خودتون روبرو بشین و اونها رو بهبود ببخشید. فرار نکنید از خودتون. That's it. دستت خیلی طولانی بود. دستت خیلی طولانی بود. Anyway. آره توضیحات کامل و جامع بودن دیگه. فکر کنم پرحرفی کردیم. بریم شروع کنیم. Let's get started. Many people say I will be happy when I have more money, when I find the perfect job, when I lose weight. But what if happiness is not in the future? What if it is here right now? So look around, call a friend, take a walk without checking your phone. Drink your coffee slowly. slowly یعنی چی؟ حالا بذار برسیم. فعلا داشتیم اینتروداکشن عزیز دل رو نگاه می‌کردیم. slowly یعنی چی؟ یعنی به آرامی. بچه‌ها الوایی که آخر کلمه میاد احتمالاً دیگه معرف حضورتون هست. چیکار میکنه؟ به نظرم تبدیلش میکنه به یک چیزی به نام بگو دیگه.
Stop waiting and wasting your time thinking about the future because life is happening right now. خوبه. خب تا اینجا بچه‌ها گوش دادیم. این دفتر کذایی رو لطف می‌کنیم باز بکنیم این چی روش نوشتیم. بله. در مورد اینتروداکشن چیزی داخلش نیست. بچه‌ها یک نکته بذارید بهتون بگم. این نکته رو بچه‌ها من بارها خانم موسوی حالا در تکمیل صحبت‌ها در تکمیل صحبت‌هایی که می‌خوام انجام بدم بعدش اگر چیزی داشتین بگین حتما. بچه‌ها یه سری نکات هست که شاید من چند بار در ویدیوهای مختلف تکرار بکنم چون خیلی مهمه. وقتی که شما میخواین صحبت بکنین به زبان انگلیسی خیلی مهمه که صحبت شما رو طرف مقابلتون یا اون جمعیت متوجه بشه. بچه‌ها رپ کردن نیست، صحبت کردنه. ببینید الان قالب اینتروداکشن میطلبید که من آرام ولی روان صحبت بکنم. روی یه سری کلمات اینتونیشن خاصی استفاده بکنم. خب اگر میخواین فشار زیادی روتون نباشه و بتونین راحت و نرمال صحبت بکنین همیشه لازمه بچه‌ها رپ کنین. یکی اصلا خیلی صحبت کنین واو چقدر سریع صحبت میکنین ببرید باش دوست شید. کسی اینجوری نمیگه بهتون. خب الان حالا نمیشه دیگه مثلا میگه آره خفنه یارو خیلی داره سریع صحبت میکنه. حالا خفنه دمش گرم ولی خب آره نه یه چیزی بود بکنم. آره اینجا میطلبه که من با این تون صدا صحبت بکنم و اینجوری بچه‌ها هم فشار از روی ذهن شما برداشته میشه. یه کلمه شاید در لحظه یادتون نیاد. خب فشار روی ذهن شما برداشته میشه هم به راحتی میتونید این داستان رو ببرین جلو. درسته؟ دقیقاً. گاهی وقتا بچه‌ها احساس میکنن هر چی سریع‌تر صحبت بکنن یا کلمات بیشتری استفاده بکنن صحبتشون دقیق‌تره. من دیدم اینه که به صورت کامل جملات خوبی استفاده می‌کردن بچه‌ها ولی به دلیل اینکه اینتونیشنی نداشتن طرف مقابل متوجه منظورشون نمی‌شده. پس خیلی مهمه که ریتم کلام داشته باشین و منظورتون رو هم درست برسونید. باریکلا به شما. آره. بگو you better never let it go. You better never let it go. خب اینتروداکشن دیدیم بچه‌ها نکات اینتروداکشن رو بررسی بکنیم. یک خب خانم موسوی لطف کنین دفتر زیبا و کذایی خودتون رو باز کنین بریم واسه یه تحلیل و بررسی اینتروداکشن زیبا از یک فرد بسیار محترم و شایسته به نام آقای بهمنپور. بریم ببینیم که ایشون It's not کذایی though. Okay. Yeah. So نکته اول در مورد چی کلمه میتونید صحبت بکنید؟ در مورد many people. بچه‌ها این نکته رو همتون میدونید ها ولی میگید many persons. بعضی هاتون. بچه‌ها یک شخص a person. دو شخص دو نفر دو فرد people. two people. women. man. men. a child. women. child women. children. آره. teeth. دیگه اوکی. foot. feet. True. It's contagious. Yeah. So بچه‌ها اینا یه سری جمع‌هایی هستن که جمع خودمونم داریم دیگه. آره دیگه جمع مکسر میگن. انسان فرد بعد میگیم مردم. حالا بچه‌ها people خیلی وقتا دو تا نکته میخوام راجبش بگم و سریع بریم سراغ بعدی. بچه‌ها خیلی تو میگید people یا people. ها اینو بچه‌ها این ا نیست تا ای خودمون نیست people نیست people نیست. این شوا ساوند اون صدایی که اون ای خودمون رو تبدیل میکنه به people able table ها این شوا ساوند خیلی مهمه بچه‌ها حتما روش کار بکنین چون باعث میشه که به جای اینکه بگید table بگین table به جای اینکه بگید people بگین people not even table not table شوا ساوند اوکی خب بریم ادامه بدیم داستانمون رو. خب دیگه چی داریم I will be درسته I will be به فارسی چی میشه معنیش خانم موسوی؟ I will be waiting for you. منظور. داستان. یعنی چی؟ I will be waiting for you. I'll be waiting for you به اختصار. یعنی من برایت منتظر میمانم یا خواهم ماند. وقتی میگی I will be happy من اون موقعی خوشحال میشم چون when داشتیم قبلش when I موقعی که خوشحال خواهم شد موقعی که بگو من ناراحت خواهم شد ناراحت میشم I will be sad I'll be sad I will be happy when I'll be stop happy saying when stop thinking about when
Okay? کیشو چیکار داری؟ Be happy. Right? ها؟ Be happy. چجوری؟ Be happy. Just be چطور؟ happy. I don't know, honestly, but you need to be happy. Work on yourself. Honestly, if you want to think about what ifs, it's never gonna happen. I just said it. دست اومدن. Yeah. خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم. خب بچه I will I'll be happy. I'll be waiting. I'll be sad. I'll be sad. waiting for you. ها؟ از این داستانا. Friends Bazaar. I'll be there for you. Anyway. ادامه. بله. بفهمید شما دفتر دست شما دفتر زیبا و کذاییتون. دوستان مورد- journey, travel, trip. تفاوتشون در چیست؟ بله. آیا تفاوتی دارن؟ قطعاً آیا دارن. متفاوتن؟ هر کدام برای جایی استفاده آیا میشه؟ در جرنی کجا استفاده میشه؟ خب بچه اگر بخوایم جرنی رو بررسی بکنیم جرنی رو با تریپ باید مورد بررسی قرار بدیم. خب بچه دوتاشون یک نوعی از سفر رفتن و تفریح رفتن هستن. حالا ممکنه تفریح هم نباشه ولی سفر کردن، به قطر سفر کرد، به سفر قطر کرد. بله. جرنی بچه ها توی مسافت های طولانی تری از تریپ قرار میگیره. معمولاً چندین مقصد رو شامل میشه و طولانی تر هستن و این مقاصد معمولاً از همدیگه جدا هستن. مثل چی؟ Life is a مثلا journey. Definitely life is a journey. شما لایفتون one destination نیست. یک مقصد نیست. One That was so random by the way. واقعاً one Destination. destination نیست. Destination? مقصده. یک مقصده نیست. Bilingual or bilingual? Which one? I think the second one. Anyway. خب ولی تریپ بچه معمولا کوتاه، یک مقصد، برای چی؟ برای چی؟ For a particular purpose، یک هدف خاص for a particular purpose. میخوای بری تهران کار Like a اداری داری business برگردی. trip. Business trip, right. Business trip. کار اداری داری اصلا میخوای بری تهران انجام بدی برگردی. آره دیگه. حالا میمونی اونجا که دیگه اصلا. journey حساب نمیشه. ها میری برمیگردی. یا for pleasure. Maybe. یا Yeah. میری اشغال میکنی برمیگردی. I think that's enough. بعد یه نکته دیگه هم خانم موسوی بگم بفرمایید. قبل اینکه آقا so excited بشه. So excited. بچه‌ها slowly این الوای ها معمولا در اکثر مواقع اون کلمه رو به قید تبدیل میکنن. در انگلیسی به قید میگیم adverb. So slowly is an adverb. یک adverb یا یک قید هستش. بچه ربطی به زبان انگلیسی و حفظ کردن و داستان نداره. یه چیزی در همه زبان ها هستش. شما قطعاً باید بدون قید چی میشه اصلا توی زبان مادری خودتون. Part of speech دونستن، نقش کلمات رو در جملات دونستن. بچه‌ها فوق العاده مهمه. خیلی مهمه. بسیار مهمه. چرا مهمه؟ بیشتر مهمه. چون شما اگه ندونی part of speech کلمه چیه، از noun به جای verb استفاده میکنی. و از verb به جای noun. یا شاید حتی adverb. و اونجاست که جمله خراب میشه. کلاً قاعده‌ای که داره، اون سیستمی که باید داخل جمله باشه و مفهومی که شما میرسونی اشتباه برداشت میشه. پس خیلی مهمه اینکه کلمه درست رو توی جای درست استفاده بکنیم. You're gonna screw up. Exactly. Simply. Should we move on? Yeah. Okay. دو کلمه obvious and obviously. بچه‌ها این be در یه سری جاها میتونه گفته نشه، در یه سری جاها هم میشنوید که گفته میشه. اوکی؟ بستگی به موقعیتش داره با اون اسپیکری که داره صحبت میکنه. So obvious and obviously. تفاوتشون در چی هستش؟ مثل تفاوت چی با چیه؟ یا چی میداده تو رو obvious و obviously؟ Definitely. یا clear؟ Clearly. دقیقاً. ها؟ الوای رو که یاد گرفتین. اینا نقششون چی هستش؟ obviously. چه part of speech داره در جمله؟ Adverb. is an adverb. یک قید هستش. Obvious. It's obvious. یعنی خیلی It's so obvious. It's so obvious. It's so obvious that it's hot here. I'm burning. I know that. Yeah. Yeah. We have to. Move We on. have to. Yeah. Obvious. یعنی چی؟ یعنی it's obvious. شفاف واضحه. خیلی واضحه مشخصه. دیگه. میتونی از crystal clear. Yeah, it's crystal clear. یعنی خیلی واضحه. Right? Yeah. So, obviously. Obviously. به وضوح. به واضحیت. واضحیت؟ نه. مشخصاً؟ قطعاً. Obviously. Obviously. مشخصه دیگه. Clearly. Clearly. خب
چه نکته دیگه هست که میخوایم به عزیزان بگی؟ دوستان گاهی وقتا ما میتونیم از shall استفاده بکنیم برای اینکه بیان بکنیم shall و will. حالا داستان دارن که بعدا میتونیم توضیح بدیم واسهتون. از هر دوتاشون قراره برای یه کاری که در آینده استفاده میشه صحبت بکنیم. پس من وقتی از will استفاده میکنم میدونم از اون دسته از صحبت‌های آینده‌ای هست که immediately تصمیمش گرفته شده. مثل be going to نیست که یک پلن قبلی واسش وجود داشته باشه. پس شما اگه قراره بگی که شروع بکنیم، خیلی رایج‌تره که شما بگی shall we start. این یک خانم موسوی دلیلی هم داره بچه‌ها. وقتی که شما از shall استفاده میکنین در واقع یا پرمیشن رو میخواین، اون اجازه رو میخواین، خب یا سجستشن طرف مقابل میخواین، اون پیشنهادی از طرف مقابل میخواین. پس وقتی میگیم shall we start یعنی شروع کنیم. you're asking for the permission. Exactly. دقیقاً داری اجازه رو میخواین. ولی وقتی با will بخوای سوال رو مثلا بپرسی یا درخواست رو انجام بدی، مثلا میگی will you open the door؟ در رو باز میکنی یعنی please do it، برو انجامش بده. ها این تفاوت بین shall و will هستش. برای همین هم هست که shall رو واسه I و we استفاده میکنیم و برای بقیه ضمیرها از will کمک میگیریم. بله پس دقیقاً shall با I و we بچه استفادهش رایج هستش. خب این حالا نکته بچه‌ها مثلا میخوان یه چیزی بگن، شروع بکنن و در مورد اپینین خودشون نظر بدن و یه چیزی رو توضیح بدن. با چی شروع بکنم؟ همینجور یهو بیام جمله رو بگم؟ درسته؟ نه دیگه. چیکار بکنیم؟ یه حالت نچرال بگیم. نچرالش چطوره؟ مثلا اگر در یک جمعی بودین از I استفاده کن، از shall I استفاده کن. shall I start؟ Shall I start؟ میتونم شروع کنم؟ When you want to say something you can say in my opinion. میخوای شروع بکنی نظرتو بگی. پس یه قالب براش بذار. یهو جملت و نظرتو بیان نکن. شروع کن. حالا میگی از دید من بچه یه چیزی هستش بارکشیه به نظرم از کلمه. یعنی دهن یک اصطلاح و یک جمله رو سرویس کردنه به نظر من. مثلا in my opinion. For example. یعنی خیلی ازش استفاده کردی. نه stop saying واقعا نه ولی به چی بهش میگن؟ Not that much. واقعا به اندازه استفاده کن ازش. For example. نه دیگه. What's with the Persian accent? نه دیگه. What's with the Persian accent? معمولا بچه اون پرژن اکسنتی که هست اوکیه. اوکی کاملا خیلی اوکیه. نگران نباشه. یعنی دیگه کلچر اصیل خودمونه ها. ولی ما در واقع به عنوان یک کسایی که میخوایم به یک زبان دیگر صحبت بکنیم خوبه که بچه‌ها شبیه به خودشون زبان رو بخوایم صحبت بکنیم. مثلا وظیفه ما اینه که به شما بگیم درست صحبت بکنید و به این صورت صحبت بکنید. حالا یه چیز جالب که من متوجه شدم وقتی افراد دیگه از کشورهای دیگه فارسی میخوان یاد بگیرن خیلی ایرانی‌ها برخورد خوبی باشون دارن. بله. ولی بعد می‌بینیم ایرانی‌ها که میخوان انگلیسی صحبت بکنن خیلی باهاشون بد رفتار میشه. در واقع باشون بد رفتار نمیشه، از طرف خودمون با خودمون و هست. از طرف یک سری افراد با خودمون هست بچه‌ها. این هم هست. اصلا وقتی یک کشورهای دیگه مثلا کشورهای مثلا یه سری کشورهای اروپایی یا کشورهای آمریکایی مثلا میبینن که شما دارین به زبانشون صحبت میکنین اتفاقا خیلی لذت میبرن، مثلا تو اسپانیا. ولی مثلا ما فرانسه دیگه مثلا فرانسه نه زیاد حال نمیکنن بچه وقتی میبینن یه چیزو اشتباه میگید اونقدری رضایت نفاقانس پاریس سالو بونژور دیگه حالا اوکی. بله. خب بچه پس با عباراتی مثلا به جای in my opinion اوکی کاملا overuseش نکنید. From my perspective یا بچه خیلی راحت I think خیلی راحت چرا میخوای خودتو اذیت کنی؟ I think من فکر میکنم که یا در ادامه ماجرا برای کلریفای کردن وقتی شما یه نفر بهتون میگه could you clarify میتونی بیشتر توضیح بدی، شفاف توضیح بدی به ما. میتونی بگی I mean خیلی استفاده داره I mean منظورم اینه که ببین شما فکر کنم متوجه نشدن. یه معنی دیگه هم داشتی بود. خیلی معنی دیگه داره. مثلا what does it mean یعنی چی؟ معنیش نمیشه. مثلا don't be mean. Exactly. You're being so mean. یعنی چی؟ یعنی دیگه خیلی بدجنسی. خیلی داری بدجنسی. Don't be mean. بدجنس نباش. ها؟ بعضی وقتا معنای خیلی رود بودن هم میده. حالا وقتی میگیم you're being یعنی چی؟ یعنی مثلا یه مثال میتونی واسم بزنی. آره. You're being so weird today. You're being so weird today. امروز خیلی عجیب غریب شدی. درسته؟ عجیب غریب شدی. مثلا being a teacher is really hard. یعنی چی؟ You're being. بچه ساختاری که اینجا استفاده میشه اگه من دارم به طرف مقابلم میگم You're being so weird today
منظورم اینه که امروز استثناً این رفتار رو دارم داخلش میبینم. شاید به صورت کلی این ویژگی این شخص نباشه ولی امروز دارم اینو داخلش میبینم. یعنی این جنرال در واقع It's not نیست. general, yeah. So we say you're being weird. You're being so mean. چطور اینجوری شدی؟ نمیدونم. واقعا مشکلش چیه؟ شاید به خاطر گرما. شاید. خب ادامه بدیم. خب بچه ببینین بگیم که هیچ کس اجازه نداره. هیچ کس اجازه نداره. هیچ کس nobody Is. are Are. تو اگه باشی کدوم انتخاب میکنی؟ Nobody is or nobody are. هیچ کس میگه توی جمعی خانم موسوی میگه هیچ کدومتون. هیچ کدومتون. آقای فیلم بر شما چی فکر میکنین؟ آقای فیلم الان Nobody کلا- is or nobody are. آها He knows something. بچه‌ها nobody is allowed to speak. Is allowed. Allowed. Nobody is allowed. Nobody اومده منفی کرده is رو. Nobody is allowed to speak Persian. Right? Yeah. مثلا everybody are یا is. Everybody is. Everybody is. Everybody knows. Everybody are. Everybody is. Which کدوم؟ one? Which one? Pick one. Pick one. Comment below. Yeah? ترجمه‌گر جسچری شما؟ بله. دستم در نکنم. اینجوری میکنم میگه. آره. بچه کامنت کنین. Everybody Is. یا everybody No, wait a second. Everybody. Say it. اومدی؟ Yeah. is Everybody. are. Pick one. Everybody has. What is this? این هزه. Yeah. اینم هبه. Everybody ایموجی شد. Everybody has یا everybody have. اینم در they are intermingled. No. No. Okay, We're stop. not gonna put Stop this. it. Stop it. Okay. So, let's move on. نداریم Yeah. دیگه برو بعدی. بچه هماهنگی ها خیلی موج میزنه مثلا ما اصلا آره. خب بچه ها یه گله. چه گلی؟ گاهی وقتا پیش میاد میخواید بگید مثلا اون خانومه یا اون آقا پیش میاد. گله نیست. بیشتر میخوام بگمش فقط. گاهی وقتا پیش میاد میخواید بگید اون خانومه یا اون آقاه چون داخل فرهنگ خودمون ما میگیم او یا اون خب احتمالاً این چیه؟ احتمالاً این داخل ذهنمونه که مثلا بگیم اون خانومه یا اون آقای she or he ولی خیلی راحت شما میتونید they رو جایگزین کنید. Instead of saying if she or he has enough self-esteem you can say if they have enough self-esteem or self-confidence. self-confidence, Whatever. self-esteem, whatever, yeah. حالا بنده خدا کسایی که خانم موسوی دارن از این درست استفاده میکنن و شما ازشون گله کردی. میبینن نه they're like No. they're like آقا مگه من چی کارم؟ Yeah, I didn't من do راننده anything تریلی wrong. سادم. What was that? اونایی که درست استفاده کردن و تو گله کردی بنده خدا کاری I'm just نیستن. saying it. Okay, no. You meant it. Also, no. Okay. Also we have another Ye. one. بچه‌ها بگو شما بگو. Ladies first. Go ahead. نه دیگه اینجوری کردی بگو. Okay, thank you. بگم believe in یا believe at. This is the question. نتشون ضعیف نشده که ما اینجوری موندیم چیزه. بچه‌ها نتتون اوکیه. So believe in or believe at. Also, good in or good at. آها. That is the Chicago, question. that is the question. اون Yeah. سو قشنگه. Yeah. بچه‌ها اگر به یک گفتید چیزی بودن یا نبودن مسئله این است. این است. مسئله این مسئله این است. Yeah. بچه‌ها believe in ساختار درستی هستش که معتقد بودن به چیزی. Believe in مثلا I believe in you من به شما من بهت اعتقاد دارم ایمان دارم ولی بچه‌ها یه نکته خانم موسوی چی شد؟ یه وقتایی بچه‌ها شما از do استفاده میکنید قبل از فعلت I do believe in you I do believe in نکته you بسیار خوبی بود. I do believe in you. یعنی چی؟ یعنی من بهت یقین دارم بچه‌ها دیگه دینیاتون که خوب پاس شده دیگه بین ایمان و عمل نه بین ایمان و یقین ایمان عمل صالح چی یه چیز دیگه هم بود. ایمان کردار نه گفتار رفتار که- پندار گفتار گفتار نیک پندار نیک کردار نیک
نه الان ایمان و عمل تقوا ایمان عمل صالح مثلث بود. این مثلث بود، این مربع بود کشیدی. Like می‌بینن. this. آره. Okay. ریاضیش افتاده حالا نمیخوام بگم. I do believe in you. یعنی بهت یقین دارم. I do trust you. چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ I do trust you. No. شدتشو بالاتر میبره دیگه. شدت و حدت داره دیگه. میگم I do. چی داره شدتو؟ حدت؟ حدت چیه؟ حدت یعنی میگم I do believe ایشون in you. سیده بچه ها. اگر کسایی که We're نمیدونن not gonna بدونن. put this in the video. چرا بذاریم؟ No. چرا میذاریم اینو؟ بچه ایشون سیده اگه از کلمات عربی زیاد استفاده میکنه کلا به صورت unconsciously داره این کار رو unconsciously داره این کار رو ناخودآگاه داره پرژن بابا ناخودآگاه بچه ببخشید خود بی خود جادم ما Yeah. چون اصالتا برمیگردیم ما از لورهای بچه سمت واشنگتن هستیم و اومدیم اینجا مهاجرت کردیم یه ذره میاد بعضی موقع ایشون از سمت عراق اینا که اومدم دیگه این عربی ها هنوز یه ذره مونده. It is spiritual, right? No. The next? We were talking about depends on. I know that. Yeah. So, believe in depends on. Please. depend Just learn on. it. Use it. Thank you. Okay. و شما گفتین که good in or good at. خانم موسوی اگر یک نفری در یک کاری خوبه میخوام بگم مثلا خودم میخوام مثال بزنم بگم من توی این کار خوبم برای مثال از good in بعد استفاده کنم بگم I'm good in it یا بگم I'm good at it از کدوم؟ بچه کدوم انتخاب میکنید؟ کدوم؟ همین الان برو ببینیم 5 ثانیه فرصت داری 44 ثانیه وقت نداری Go ahead 2 3 4 بنویس ننوشتی در اشکالی نداره روی پل صراط که از تبر تیزتر و از مو نازکتر از جلوتو میگیرم خودت میدونی خب به این نکته شد دیگران گفتن خب داشتیم میگفتیم که یه نفر توی کاری خوبه احتمالاً توی ذهن من میاد good in, good at, good on which one? گودان دیگه نمیاد چرا بابا؟ نه واقعا یه گودان نمیاد Okay, anyway, we say good at To be or not to be. This is To the be good at something این در کاری خوب بودن. I'm. He's good at pretending. That was an example. That wasn't a good example, It by the way. was. Okay. It was. So. Oh my god. بابا اون گوشی پول دادیم جاش. چیزش افتاد. خودکارشو بنده تو. قلم خودکار. قلم کشمش. پکرش کرده واقعا. قلم کشمش. قلم کشمش. دیگه نگو. خب بچه‌ها منفیش هم هست دیگه. درستش کن چیزشو قلمشو. منفیش هم هست دیگه بچه‌ها. I'm not good at pretending. من واقعا توی تظاهر خوب نیستم. بله. برخلاف ایشون. خب بگذاریم عزیزان. پشت صحنه. بله. خب چیز دیگری هست؟ There's something wrong with my hair. Do you have this feeling like you feel like you're not good? You're not enough. You're not enough. اگه اینو داریم have you ever نداشته باشیم. Don't feel like that. آره. Yeah. حالا خودت گفتی. خودتو نقص کردی که خانم. Yeah, I just said it. For the others. آره. You're just saying stuff. I do. Yeah. Okay, about pronunciation. About Iranian schools. اینو توی ریلزا. Iranian schools. I have too many thoughts about it. Okay. Yeah. So. دو کلمه که بررسیشون بکنیم بچه‌ها این قاعده استرس رو بعداً خیلی گسترتر بهش خواهیم پرداخت. ولی استرس کلمات رو بعد ببینیم. اینو. ادیتور بعد یه راز من واقعا موندم گفتم چه کلمه ببینم. ادیتور میندازه اینجا. این چیه؟ چجوری میخونیدش؟ بذار من بخونمش. Spiritual. نه دیگه نه pretend بعد میگه کی pretender خوبیه. pretend خوب pretend میکنن. مشخصه. بخون الان درست. Spiritual. آیا ادیتور؟ Spiritual. این استرس کلمه است. بندازش بالا. رو اسه. Okay? بنداز رو اس. Spiritual. ببین اینجوری میگیرم. یعنی کارو بلدی بکنی؟ افتاد رو مثلا اس اول. تلفظ کنین. Spiritual. نه دیگه spiritualت خیلی خوبه اینجوری که نمیگیم راحت. Spiritual.
یه بار دیگه رو spiritual. آها. و کلمه بعدی ability. ability No. no نه واقعا نه. استرس روی کدوم بخش این کلمه هستش بالا؟ شما بنویسین. نه دیگه بابا کامنت ها دیگه پر شد، ننویسین دیگه، اینو ننویسین. شما بنویسین. اوکی. فکر کنم مثلا تو کامنتش شده ب. بچه روی بی هستش استرس، میتونید بخونین؟ ability. حالا بهتر؟ ability. آها. ability. Okay? ability. بله. Not ability. Sure sound. Yeah. Ability. Yeah. Right. So دیگه چیا داریم؟ Conditional. بچه ها این جمله‌ای که ما اونجا گفتیم if I fail بعد در ادامه I will. بچه ها if I will. اینا جملات شرطی نوع یک هستش که بعداً در یکی از پلیلیست هایی که بچه ما آموزش گرامر قرار بذاریم توی اون پلیلیست و کامل گرامر رو تدریس بکنیم خدمتتون کامل توضیح میدم. اگر میخواید حالا یه مثال بزنیم واسهشون. بفرمایید. نشستیم دیگه. بچه‌ها مثلا میگی که مامان اگه من درسمو بخونم برام تبلت می‌خری؟ چون من مثال لی میزنم. اگه بخونم که 20 میگیرم. اگه بخونم مثلا امتحانمو 20 میشم. یا اگه درس تو بخونی من میبرمت دور. دور. میبرمت مغازه. میبرمت برات خوراکی میخرم. اینو چجور میخوای بگی؟ میخوای بگی که اگه یه چیزی بشه اگه درس بخونم 20 میگیرم. دکتر میشی؟ شاید درس If I study hard I will be a doctor. چون آقای فیلمبردار گفت. دکتر میشم. ما خیلی چیزا خواستیم بشیم در کودکی. شدیم معلم. زحمتکش. ای بابا. ای بابا. خب ادامه بدیم. intermingle. اگه من فوکوس کنم روی این داستان من نخواهم خندید. Don't do it. خب دوستان عزیز کلمه بعدی که میخوایم بررسی کنیم کلمه بچه ما میخندیم چون یه بک‌گراندی واقعا پشت این داستان هستش. واقعیته. نه. و آره نه. دیگه پریتند نکن دیگه دستت رو میشه واسهشون که بچه یه 50-60 باری ما خندیدیم سر این یک داستانی هست ایشون همچنان دارن میخنده. آره شما همچنان نمیخندید. خب نه ایشون همیشه انقدر خندان نیستن ولی خب اینجا I'm so serious. آره نه اون سیروس هم اونقدر نیستن. خب کلمه intermingle به چه معناست به فارسی؟ میدونم سخته بچه ها نمیدونیم داستاناشو عذرخواهی میکنم ازتون ولی واقعا بدون خنده ما نمیتونیم اینو آموزش بدیم. به چه معنی است به فارسی؟ Okay, I'm gonna give you a synonym. Merge. I'm merge. crying. Merge could be a synonym for that. میتونه بچه کلمه merge رو تقریبا سینونیم قرار بدیم برای این کلمه در هم آمیخته تنیده. بله میشه This is the word. بله intermingle. Stop doing that. بله کلمه بعدی چی هستش؟ Confident and confidence. بله اینو نوشتیم. آخرین last but not least ladies and gentlemen. Yes. بذار حالا بگیم to be continued بعد. آره. Last but not least دو تا کلمه بچه‌ها اینا بسیار بچه‌ها به جای همدیگه استفاده میشن به وفور. نمیخوای به وفور رو عربی بگی؟ به فراوانی. فراوانی فارسیه. I want to speak فارسی. آها. خب بچه اینا رو خیلی اشتباهات رو زیاد میبینم توی مکالمات در لحظه در موردشون. کلمه confident and confidence. خب اول از همه خانم موسوی من بگو که کلمه confident نقشش part of speechش در اون جمله چی هستش؟ I think it's an adjective. Am I right? You are right. I am right. You are. So when we say he's so confident, it basically means he's confident دیگه. confident دیگه. He's so confident. یعنی خیلی با اعتماد به نفسه. He's so confident. خیلی با اعتماد به نفسه. حالا احتمالاً این آهنگر رو شنیده میگن که حاجی بالاست کانفیدنس. حالا confidence چیست؟ confidence part of speech چیه؟ It's a noun. یعنی اسم. یعنی which means اعتماد به نفس. confident یعنی با اعتماد به نفس. آدم با اعتماد به نفس. confidence یعنی اعتماد به نفس. تفاوت بین بچه‌ها بناهای عزیز سلام بناهای عزیز از اینجا. بچه‌ها
بذاری چند تا مثال واسهتون بزنم که تفاوت ورب و نام رو متوجه بشین. خیلی مهمه. خیلی مهمه. من ورب میگم خیلی مهمه. مثل تیمداریه دیگه، خیلی مهمه. خب بچه‌ها من ورب میگم. بابا نکش. باشه. آقا این داشت نمون. میکشت منو، خون منو میمیکه دیگه، بعد پشه رو کشت دیگه. بابا نکش داشت، ما پشه تتو کردیم رو بدن. واقعا؟ خب اینو بذار با چیز تتلو پیش رو مقایسهش کن. چیز بکنش توش بابا، یه چیزی میگم. اینترمینگل. خب بیا دفترته ببخش. خب بچه من ورب میگم. خانم موسوی علاوه بر پاز و پلی کردن و خیلی زحمات بیشتری بهشون دادیم، دستشون در نکنه. من ورب میگم، خانم موسوی نام رو من میگه. خانم موسوی introduce, introduction, produce, production, assume, assumption. حالا من معنی ورب رو میگم، شما معنی نام رو بگو. Okay. introduce معرفی کردن. introduction معرفی. produce introduce assume آرمین نصرتی. production. بچه‌ها این تقصیر شماها نیستم. تو دبیرستان تقصیرشون نیست. تو دبیرستان جا افتاده. We don't blame it on you. شما مقصر نیستین. بله. حالا regardless of از این داستانا بیاین روی داستان اصلی. Regardless of this داستانا. I love the دستکشا. by the way. خب introduce معرفی کردن. introduction معرفی. produce تولید کردن. production تولید. assume فرض کردن. assumption فرض گمان. چی داشتم میگفتم؟ confidence نونه یعنی اعتماد به نفس. اوکی؟ این تفاوت این داستان است. گفتی شاعر چی میگه؟ شاعر میگه که حاجی بالاست کانفیدنس. ادامهش؟ دوباره حاجی بالاست کانفیدنس. ادامهش؟ دیگه بقیه‌اش میتونن گوش بدن. بگو بلد نیستی بگی. تو ذهنت نیست الان. دیگه چرا میگی برن گوش بدن؟ گوش بدین بچه‌ها. گوش ندین. از هنرمند مردمی آقای بهزاد لیتو لیک کمثلهی روبیت روبیت بزی. روبیت کی؟ بزیلی بود دیگه. بزیلی. نه یه لحظه فکر کردم روبیت کی؟ روبیت کاگان؟ روبیت. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو نه واقعا دوست دارم من ایشونو باشین. ها بچه ایشونو دوست دارم. شوخی صرفا شوخیه واقعا. اب نداره بیاد بابا بیاد. دوست دارم زیاد کارتم خیلی درسته. با فیلمبردار بودی؟ فیلمبردار اصلا بچه‌ها کارشون درسته. واقعا. وامن. اصلا نگرفتی با کی بودی؟ آها با کاگان بودی؟ روبیته؟ کاگان. اوکی خب بریم واسه خدافظی؟ بریم. خب دوستان عزیز این بوده از تحلیل بسیار علمی ما از این داستان. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این سلسله ویدیوها. حتما استفاده بکنین. خیلی خفن‌تر هم خواهد شد دیگه. در جریان هستین و ما تلاش میکنیم که روز به روز کیفیت این ویدیوها و محتوای اون برای شما خیلی مفیدتر باشه. پس حتما لایک کنید، سابسکرایب، زنگوله رو بزنید و کامنت بذارید. و برای اینکه بتونید از این یوتیوب فقیرانه ما هم حمایت بکنید بچه‌ها حتما پیج رو به دوستاتون معرفی بکنید و از ویدیوها در کنار دوستان خودتون و خانواده‌تون لذت ببرید. شاد پیروز سربلند سرزمین پایدار خوشحال خندان شاد و پیروز و سبز و مانا و سبز فسفوری زرد فسفوری باشین. تا ویدیوی دیگر بدرود.